عاقبت به خیر خیلی مهمه عزیزان. زجه بزنید، گریه کنید، بنالید که خدا ما رو عاقبت به خیر بکنه. عاقبت به خیر خیلی الحقنی بالصالحین. ان شاء الله هممون به برکت اهل بیت قرآن ان شاء الله اونا دست ما رو بگیرن. ان شاء الله ما رو خدا عاقبت به خیر بکنه، به خصوص تو این زمان که همه چی داره دعوت میکنه. شیطان میگه دعوتکم فاستجبتم لی، خدا میگه والله یدعو. هر دو دعوت، انتخاب با خودته. امام ثابت کرد تو این زمان آدم میتونه خوب بشه، آیت الله بهجت ثابت کرد، دیگران. پس میشه تو این زمان آدم شد، باید کنترل کرد، باید زجه زد. یهدی الیه من اناب، یهدی الیه من اناب، باید انابه کرد، باید زجه زد. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یکی از این نعمت ها وقت